أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام. ونی الله را سکو ما مثلا به خوردن غذا نداریم و کافرها را سکو موترهای لوکس دارن. بازو گفت که والا تو است که در خانه آدم یک کسی را فکر کنه توتی هم داره، در خانهش موش هم داره. برای توتی نان خوش میده، برای موش کیک میمانه. او کیک که برش باده و برش تلک هم هست. اونم کیک در حقیقت تلک از گاز رو در دام میپرده. همین کافرها کسی موترهای لوکسشان دام از برشان. و او توتی که از بیچاره نان خوش میخوره لکن تلک نداره. حال الله متعال وقتی که بر ما نعمت‌ها را حال نمیده میمانه که کافرها در تلک بند شدن، یا که بند شدن باز انال الله متعال بسیاری نعمت‌ها را جنت الله است، مثل که امروز تشریح شده که جنت الله هست، باز اینجا تمام نعمت‌های الله هست. چرا یک از شما رو میگه، مثلا یک از خودت میگه ما برات چی میگیرم، یک خانه برات میگیرم برای یک ماه، یک خانه برات میگیرم یک ماه، برای تو یک خانه میگیرم کل زندگی کنی. حالا تو خانه یک ماه را قبول داری یا خانه ابدالابد را قبول داری؟ آدم هوشیار میگه که نه هم ابدالابد و رسول الله میگه در دنیا هم شما مثل مسافر زندگی کنید. حالا مسافر دیدی که یک منطقه خانه جور کنه زیاد به او دل بسته باشه، میگم شهر خلیفه که پرتو خواب بکو بیاد صبح میره پیش اولاده. یعنی نفر مثلا 20 سال چقدر وقت استرالیا است لکن اونجا باش مسافر است، نه اونجا خوب پیسه کار میاد، خانه هم جور میکنه، زندگی ها میده، اولادش هم کلش همچی هستن. ارال انسان مسلمان یعنی کل دنیا که است مثل چی ورس، مثل استرالیا ورس مسافر است. از خارج کجاست؟ از قرارگاهش جنت است. از این خاطر میگم انسان‌های بیدین که هستن در روز قیامت چی میگن؟ میگه که یا لیتنی قدمت لحیاتی. اصل حیات آخرت است. میگه کاشی به زندگی آخرت من یک چیز تقدیم میکردم، من کلش در دنیا مصرف کردم. از این خاطر الله متعال بنده های خدا که زیاد دوست داره بر از او دنیا را نداده. متوجه هستین؟ القیت عنی السلاح فإن أنا مت فإني شهید وأنت ستمضي بنصر مجید. او بنده خدا که بسیار الله زیاد دوست داره کی از پیغمبر است؟ کدام پیغمبر خبر داری که مثلا بلند منزل داشته باشه؟ یک سلیمان علیه السلام یک دعا کرد که یا الله برای من یک پادشاهی بده که بسیار لوکس باشه. پیغمبر بود، الله دعایش قبول کرد. اما دیگه پیغمبران کلشان که سعی کنی بنان صبح شام خود چی بدن؟ محتاج بدن. یعنی از پیغمبر ما شما الله او تخلصش چی است؟ حبیب الله، دوست الله هست. ابراهیم علیه السلام خلیل الله، صحیح نه؟ نوح علیه السلام نجی الله. آل امی رسول الله هم حبیب الله هست. اگر دنیا پیش الله ارزش میداشت باید برای رسول الله هم دو کور کلش طلا جور میکرد. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم خانمش چی میگه؟ ما دیروز یک حدیث خانم به حدیث خانم میگه ما که در مدینه منوره آمدیم تا روزی که رسول الله صلی رحلت کرد ما شکم سیر نان نخوردیم. حتی از نان جو میگه شکم ما سیر نشد. نان جو کالده نان باید در پا میتونه. تو میتونی مل دادانه بگیری بخوری افطار کنی. اما خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله از سیر نبود. چرا؟ الله متعال برای پیغمبرها و برای دوستای خود اصل نعمت در کجا نگاه میکنه؟ در جنت میره که خانه دائمی هست. این خوراک‌های موقتی رو میده برای که بالامای لوده و بی عقل که به سر از ایمان خودم میفروشه، دین خودم میفروشه، عقیده خودم میفروشه، کل چیز از دست میده و بالاخره باز هیچ فایده نمیکنه. و دیگر است که مرد باز بچه‌اش کلگی سر میراث جنجال داره. الله متعال همه ما و شما را برای حق مستقیم صراط المستقیم الله متعال هدایت بکنه. و الله توفیق بده که هر نام الله را بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود.
إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد ترى الفجر يرمقنا من بعيد أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود مخضبة بوسام الخلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح